چی شد با بچه؟ مهربان افتید. از کجا؟ از بالای پیشایوان. مهربان جان. اوچا جان افتیدی بچه؟ ها افتیدم. افتیدی؟ اوچا جان پولته چند سوم؟ 30 سوم. برای چی بچه؟ یگان چیز میخری؟ هیچ چیز نمیخرم. هیچ چیز نمیخری؟ نباشد برای چی در کار؟ اگر حاضر نداشته باشد پگو بیارد. پگو؟ برای چی بچم؟ راستش اگه اول بعد میبیارم. ها؟ خیلی پسرت با تو راستی گپ رو گفت. من همش رو با تو نقل کنم. مهربان دزدی کرد. چی؟ شبی گذشته ما هممون در حولی شاهنظر بودیم. به شاهنظر از کلخوز پول دادند. به خودش عیب دار. یک دسته پول رو برآورده به همه ما نشان داد. سحری بر وقت در تق شد. در رو کشایم شاهنظر. ها؟ تینجی می گفتم. مهربان کنی گفت از من پرسید. چه خیلی کنی گفتم. او مهربان در خانه شما بود کو. انا در همین وقت شاهنظری دیوانه یک بار پولهایش را به یاد آورد. وی گفت که 25 سومش نمیرسد. شاهنظر پول میکفت و ما مهربان رو میکفتیم. کسی از بیرون آمده گفت که مهربان را در ایستگاه دیدند با پدرش. خودی مهربان در آمد. انا همین وقت شاهنظر دیوانه یک بار دست آستین برزده به فرق سری مهربان زد. مهربان جان یا با پدرت دادی؟ ها گفته گناهکارانه سرش را جنباند. خیز بچه، خیز مهربان جان، خیز قطی خودم میبرم تو را. خیز جانم که در اینجا روز نمیبینیم. خیز جان. دلی جگرکم آب شد. من به تو دیگر زندگی کردن نمیتوانم بچم. خیز. یک پام در گل خیری و یک پام در سیادانه. کدام روز در همین رحمانه گرگا میخورن بچم. خیر رفتیم. خیر تو اینقدر زیخ نشو بچم. من خودم رو نگاه بین میکنم. میلش فقط تو رو گرفته نبر. جانی اوچه زیخ نشو. اوچا جان سیاه شوم بند من رو همراه خود برید. میلش بچم. ها در کجا بودی؟ پیش بچم رفتم. چی؟ پیش کی؟ پیش مهربان رفتم. ای زنکی بی عقل، همین روزی هست که تو به گل خیری روی. مردهای مرد از خانه نمی برایند و در راه یگان حادثه شود کی جواب میدهد؟ ای تو صاحب داری یا نه؟ کی عقل تو می دراید؟ رو دخترم با جاگه خودت خواب کن. من احمق بودم زنک، احمق. به تو باور میکردم. فق گریه تو را دیده رحمم می آمد، دلم می سوخت. همین روزها تو کجا رفته می آیی؟ شما مستید مردک. حال مرا از کجا می دانید؟
آخر من از خورسندی شب و نیمی شب در این خنوکی با گل خیری رفتن نمی آیم میفهمید. ای خدا جان، کاش که من میمردم و از عذاب خلاص میشدم. شما هم از من خلاص میشدید. ای مردک پیش بچه میرم میفهمید، پیش بچه حکم میرم، روزکش سیاه. ای خدا جان، کاش که کور میشدم و دیگر وی رو هیچ وقت نمیدیدم، عذاب کاش نمیدیدم. پدرش هم به قشلاق هر روز می آمده است. خودم دیده بودم. ای زنک، از پگاه تا شام گم می شدی، کجا بودنت رو نمی پرسیدم. نه آخر من پیش بچه میرفتم میفهمید، من دادای وی رو ندیدم. من دیگر نمیتوانم. اگر نخواهید من میروم. میروی؟ یا با وی همگپ شدی؟ دادای هجران. بس کن! اکنون فهمیدم که برای چی هر روز به گلی خیری میرفته ای. فهمیدم که وی برای چی در نبودن من به خانه ام آمد. راست بوده است. دادای هجران، انصاف کنید آخر. مانید با همین غم و علم خودم مرم. انصاف کنید، اینقدر عذاب ندهید. به همین هم جگرم آب شد آخر. دیگر تا خودم جواب ندهم، نگویم که گل خیری رو، پایت را از این جا به آنجا نمیگذاری، از خانه نمیبرایی. مهربان، لابا مهربان اینجا بیا بچیم. گوش کن بچیم، امروز به هیچ کجا نمیروی. با بابای ولی عاقل ها را میروبی، با گاه ها که علف میدی، فهمیدی؟ من کار ضرور دارم، زود میآیم. خب بابای ولی اینجا بیا. گوش کن، مهربان به تو کمک میکند، همراه کار میکنید. من زود گشته میآیم. حالا رو کارت کن. رو کارت کن. رو. گوش کن مهربان، من زود گشته میآیم. مرحبا. من به تو نگفته بودم که پای و قدمت را دیگر در این دهن نگذار. باز آمدی، باز آمدی. بدزاد، بدمست، افلاس، حرام، نامرد، افلاس، بدزاد، نامرد. مهربان، پدرت رو در نزد مغازین تقوی از زده ایستاده است. چی؟ بدزاد، بدمست لعین. خدایی بیچاره میکشده. لعین میکشم. دادا رزیل،
ماری زهردار، پدر لعنت، حرام بچه، میکشم. باز میشه اکه شانه زد باز میشه همسایا نقص نشد مردم نگه دارن اکه شانه زد از نسلتون در نده اکه شانه زد نقص نه اکه شانه زد روز سیستریسان عقابه به هوا انا اومد از بحر تمام بالو پرید خش به آراست بر راستی با نظر کرد و چنین گفت امروز همه روی زمین زیر پری ماست شاد یکه اشرفی جون بر چون بدنی آن اشرف عیان در نظری ماست بسیار منی کرد و زی تقدیر نترسی بنگر که از چرخی جفا پیشن چه برخواست ناگاه زی کمینگاه یکه سخت کمانه تیره زی قضا و قدر انداخت و برو راست با گلی خیری رفته او رو ندیده کی رو میدیدم؟ هجران جان تو بهوده از شاه نظر میرنجی وای غمی تو رو میخورد از من خواهش کرد که تو رو عذاب ندهم گله‌مند شد مایلش به خاطر شاه نظر من رخصت میدهم که کی خواهی به خانه تان رو هر روز رو من تو را از راه نمیگردانم اختیارت سلام. نقص هستید؟ کجا می روی؟ به خانه امون چند وقت باز مهربان رو ندیدم. بیا جانم نزدیکتر بیا. شین. مهربان رفت. رفت؟ کجا رفت؟ با پدرش رفت. با پدرش؟ ها همین شاه نظر. انا همین خیل
جانی خاله بیا به خانه رویم. نه نمی روم. به خانه خودتان چی؟ نه.